سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا امروز اومدیم بریم منطقه 51 جی تی ای سن آندرس رو با هم بررسی بکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد و به دردتون بخوره. لوکیشن منطقه 51 جی تی ای سن آندرس دقیقاً اینجاست. خب آقا بریم ببینیم که توش چه خبره، چه داستانایی پشتش هست. خب مثل این که این بر بسته است. بذار یه راه دیگه پیدا کنم. خب اینجا من یه ذره پیدا کردم و ببینیم چی میشه آجی. خب همونطور که میبینید اینجا بسته است. خب اینجا که نمیشه بریم توش. بعد اینکه شما نیاز به یک موتور دارین، موتور بردارین و بیاین روی این چپه و بغل این آهن موتور بچسبونین و بیاین از موتور پیاده بشین. بعد میبینید که وارد آزمایشگاه میشین. و بچه ها من اصلا هیچ مادی هم نزدم، یعنی هیچ مادی هم نریختم. میتونید خودتون برید تست کنید ببینید، یه گشتی هم بزنید توش. خب آقا اینجا رو ببین، رادار رو نگاه کن و این وسط هم نقشه جی تی ای سن آندرسه. خب آقا اینم پایان پشت پرده منطقه 51 جی تی ای سن آندرس. حتما چنل رو ساب کن تا ویدیوهای بعدی. ماچ بکردم.